السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. طبق درخواست بعضی از پادپیچکا گفته هستند که خربزه اکای عبدالغفار یک نوار گرفت، بخصوصا همین خربزه متروف که آوردگیشان ان جانورخ جزخ ازبکستان بوده است. واقعا از تعریف کردن نه که تعریف با لایق گفتن که همین حساب نمی کدام رد حساب میکنی حساب کو دهمش بی خوب 15 خوب 20مش کش اگر به مزه براید اگر من هم ماشین در کانال میپرتم گفتم خیلی واهمه کردن که واقعا نه که دهمش یک تا کشتیم و گفتی وای مهمونو چشیدم خیلی شیرین بود است تعریف و میارزد و این چین گفتن هستم که کسانی که توی معرکه ها در خصوصا مفصمی توی معرکه ها هست دوستو میتونن اومد با نرخ‌های دسترس در همینجا تربوز و خربوزه های جمهوری ازبکستان که واقعا تعریف و لایق هستند میتونن اومده خریداری از خود اکای عبدالغفار با نرخ‌های دسترس. اینچنین دستافکه هم هست در منطقه یکمش هست که کسانی که در فدراسیون روسیه اصلا گیرن بسیارتر مردم از فدراسیون روسیه کانال ما رو پیگیری میکنن میتوانید زنگ زنید تا در خانه‌تون منطقه یکمش هست که برده میرسن اکای عبدالغفار. من واقعا خربزه یک ابیام خربزه رو بینید تا پوستش پختگی است دوستان، من تا پوستش پختگی است دوستان. چی گفتین اکای عبدالغفار برای خریدارو؟ بسیارش دوسته خربزه قیمت بسیاره. من همین خربزه لوبای جوابش میتونم لوبای کس خرد ویزه برو من دیگرش میتونم گارانتیش قطعه؟ راستا این زفرآباد نیست، زفرآباد 12 سومن خربزه هست همید من لوبایش میکشم. زفرآباد اینکه پدیام نداره، این پدیام دیدن ابیام میکنن چند دنمو این زفرآباد پدیام، این پدیام میگم پدیام خربزه پدیام خربزه این زفرآباد در نیم همین این ازبکستان کلانه فهمیده پدیام وزمی نفهمیده هم خیلی بکنن آبش باید ریزه آب باید ریزه این زفرآباد آب نداره فهمیده برای اون خربزه ما سر قیمت هست گپ راستش از دیگه منطقه گفتن خربزه قیمت اینجوریه. چند شده خربزه؟ خربزه کلانش چند است؟ 40 سومن. 40 سومن. تربوز چی؟ تربوز 30 سومن کنم. انا کلانش 30 سومن. این کلانش چند کیلو میبره؟ تربوز می 18 کیلو. 18 کیلو. خربوز چی؟ 15 کیلو کنم. نه. من دوستان خودتون چیکاره که دیدید شنید از زبانی میاد که سخن از زبان لقمان خوش است. شنیدید دیدید. واقعا مورم خورده چشیدم همه قطعی دوستو واقعا خربزه شیرین است میتونید زنگ زنید و خریداری کنید. قرار دارم این در شاهراهی طرف دوشنبه میرفته خصوصا مسافرها بسیارتر از همینجا میگذرن ماشینای ترانزیت روسیه همینجا بسیار خریداری میکنن خربزه زیبا رو دیده و شما اگه توی معرکه داشته باشه حتما رقمایی که من در همین نوار میگذارم می زنگ میزنید زکات می تا دری خانه‌تون میبرن دوستان. ها باقی سربلند و خانه آباد باشه دوستان. اکای عبدالغفار میخوان دکزت کنن که خربزه زفرآباد از خربزه ازبک فرق میکنه. یعنی که اگرچه هرچند حجمشون یک خیل باشن لیکن وزن ازبک وزن خربزه زفرآباد میزنن که زیاد است گفته ایستادن برای خاطر ترازه آوردگی هستن که برای ما دکزت هم از روی ابیامش هم از روی مزهش میگن که ازبک از زفرآباد دیده خیلی فرق میکنه برای خاطر ترازه رو آوردن که وزنش بینه. اول انا ازبکستان من ازبکستان 5 کیلو 5 کیلو 826 گرم زفرآباد زفرآباد 180 گرم فرق کرده خربزه ازبک نه اونقدر فرق کرده یعنی هموزن این زفرآباد برست این علاقه این 6 کیلو 868 یعنی که خیلی وزن میدن نه زفرآباد است 500 1 کیلو قد فرق کرده است
حالا دیگه من میکشم هرش. نه نکشید. مزی هرش میفهم کدوم مزدوره. نکشید من. باور کردم که اگرچه هرچم هم قد باشه لیکن این ازبق وزنی میده. یک کیلو 200 گرم دیگه فرق است. هر شخصی نه. ها دوستان این بود یک ماچ ریوانش بین خربوزی ظفرآباد و بین خربوزی ازبکستان. سیاترش بسیار قیمت نفروش گفتید. من میتونم این بیارم فراموش 20 سوم 15 سوم 10 سوم نمیگیرم من خربوزی را. نکنه شما نه. آواز یک خیلی آواز. آواز خیلی آواز نیست. آواز فرق میکنه فرق میکنه. просто да часкиде цифровой зер каптур сода 15 сум 20 сум мегӯ ин қимат ман ҳеҷ кир маҷбур намекунам харадам ман одами харбузхар мехарад ин харбузхор хаб боқи сарбаланд хонобод бошед дӯстон ҳам метавонам як мошин цифровой барам холӣ кунам дар 15 сум сиред ин ман кор намекунам фаҳмиде